بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. میخوام تو این برنامه بهتون یاد بدم چیکار کنید کلاس اولیتون از پایه قوی بشه. اول نشانه ها رو باید خیلی خوب در ذهن بچه ها تثبیت کنید. یکی از راه های تثبیت نشانه ها اینه که کدگذاری کنید. شما رو اوپنتون برای نشانه هایی که میبینید فرزندتون اشکال داره کدگذاری میکنید. مثلا ن رو روی یه برگه مینویسید، به جای نقطهش نون میذارید. یه قسمتی از نون خشک رو به اندازه نقطه درست کنید و بذارید نقطه ن. این برگه رو بذارید رو اوپنتون باشه. بچه رد میشه بپرسید این چیه؟ نان نقطشه. نقطش چی بود؟ نان. مرتب رد میشه و میبینه. مثلا برای توی ویدیوی قبلی بهتون گفتم که باید بشقاب بردارید، برنج رو توش شکل در بیارید، بذارید روی اوپنتون، به غیر آخر به آخر رو با برنج توی بشقاب درست کنید. حتی میدونید برنج رو بپزید و با پخته برنج درست کنید به غیر آخر به آخر و بهش بگید که بیا بخور. این یادش میمونه. بشقاب رو هم روی اوپنتون میذارید و مرتب میبینه که نقطش نانه، نقطش بالاست، نقطش برنجه، نقطش پایینه. برای تو ویدیوی قبلی بهتون گفته بودم با دست درست کنم. کمر خمیده. برای میتونید از توت استفاده کنید. یه برگه بنویسید درشت و بزرگ، یه بذارید و این رو 2 تا نقطه داره، نقطه هاشو با توت خشکه بذارید رو اوپن. بچه همینطور که روزا رد میشه اینا رو ازش بپرسید. با زیاد نوشتن بچه ها یاد نمیگیرن. باید کاری کنیم که تو ذهنشون بمونه که این نشانه چیه. حالا من گفتم اوپن، شما میتونید روی میز بذارید، روی صندلی بذارید، هر جایی که مناسب هست، توی تاقچه جایی بذارید که بچه مدام در دیدش باشه و ببیندش. حالا اینایی که گذاشتید تا چه زمانی بمونه؟ تا زمانی که خیلی خوب بچه دیگه یاد گرفته باشه و بتونه درست بنویستش. اون موقع میتونید اون کد رو خارج کنید و کدای دیگر رو اضافه کنید، نشانه های دیگر رو با کدگذاری اضافه کنید. حالا چند تا تصویرها رو هم من دارم براتون میذارم. مثلا تصویر انار، اگه ویدیوی قبلی رو ببینید کامل توش توضیح دادم. خیلی ویدیوی قبلی خوبه برای اینکه بچه هاتون یاد بگیرن حروف و نشانه ها و ترکیب ها رو. پس حتما اون ویدیو رو ببینید. و اینکه حالا ما نشانه ها رو خیلی خوب در ذهن بچه ها تثبیت کردیم، خوب یاد گرفتن. مثلا میدونه یه شکل تنهاست، رو میدونه درست کنه، همه جا میاد، اول فقط اول میاد، جای دیگه نمیاد. جایگاه نشانه ها رو میدونه. مثلا این آخره فقط آخره کلمه ها میاد، آخر، غیر آخر همه جا میاد، آخر نمیاد. این مال آخره، غیر آخر مال جاهای دیگه است. به این صورت قشنگ نشانه ها که تو ذهنش تثبیت شد، جایگاه نشانه ها رو که خیلی خوب یاد گرفت، میریم سراغ ترکیب ها رو میاریم روی کارت مینویسیم. میتونید برید پرینت بگیرید و این کارت های رنگی و کاغذی رو داشته باشید و ازش استفاده کنید. حالا ترکیب ها رو می نویسید، میذارید جلوی بچه و ازش میخواید که بخونه. حالا چطور بخونه؟ بچه من نمیتونه بخونه اینا رو. اجازه بدید که سرهم کنه بخونه. چطور سرهم کنه؟ مثلا میخواد بخونه د. این چیه؟ د. این چیه؟ ا. د با ا چی میشه؟ د. د میشه. د با ا میشه د. د با ا میشه د.
خب حالا مثلا سو، با او چی میشه؟ یاد بگیره خودش سر هم کنه و بخونه. به این صورت میتونن توی ترکیب ها آمادگی لازم رو داشته باشن و خوب یاد بگیرن. حالا ترکیب ها رو هم با بچه کار کردم، میخوام تقویتش کنم، باز تثبیت بشه اینا خیلی خوب تو ذهنش. میام از ترکیبات بی‌معنی استفاده میکنم. ترکیبا رو میذارم اینجا کنارش، بهش بگم هرچی بهت گفتم درست کن. سو، ده با هم میشه ده، سه با او میشه سو، سه با او میشه سو، سو میشه ده سو. آفرین. حالا تانابو درست کن. تانابو، ت با آ میشه تا، نه با آ میشه نا، تانا، به با او میشه بو. میتونید تعداد بیشتری اینجا کارت بذارید که بچه از بین اونا انتخاب کنه. حالا اینجا میز من شلوغ میشد. تانابو. حالا این تانابو رو بوناتا باهاش درست کن. بو 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 نا، بوناتا، بوناتا، بوناتا. وقتی که خیلی خوب یاد گرفت ترکیب‌های بی‌معنی رو درست بکنه، میاید ترکیب‌های کلمات معنیدار رو بهش میگید درست کنه. حالا بهش میگیم که بخون. ز با ا میشه زن، زن، زن. د با آ میشه دار. س با ا میشه سر. ب با او میشه بور. زمانی که بچه ها بلدن بگن ز، دیگه نمیگیم بگو ز با ا. چه موقع میگیم بهش این ترکیب رو جدا جدا بگه سر هم کنه؟ زمانی که نمیتونه قشنگ بخونه. وقتی میتونه بگه ز، متوجه میشه این ز، این دا، این س، این بوه، دیگه همون جوری بخونه. زن، دار، سر، بور. حالا میتونی زن بور درست کنی با این کارتا. زن، زن، بور، زن، بور، زن، بور. درست کردم. آفرین. حالا این کارتا چیه؟ دار، سر. چه کارش کنیم بشه سر؟ دار، سر، دار، سر، دار. سعی کنید از چیزهایی که کلمه هایی که بچه هاتون بلدن شروع کنید که اعتماد به نفسشون بره بالا، ببینن میتونن راحت درست کنن و انگیزه بگیرن، کم کم با شما همکاری کنن. و اینکه وقتی میشینه 50 تا از این مدل نیارید درست کنه. 2 تا 3 تا 2 تا نمونه کافیه که بچه زیاد خسته نشه. بعد از اینکه قشنگ یاد گرفت این مرحله رو هم انجام بده، میاین و بهش میگین که حالا کلمه ها رو میتونی باهاشون جمله بسازی. کلمه های کامل رو مرحله به مرحله اینا رو باید پیش برید که بچه قشنگ یاد بگیره. اگه اول بیاید مرحله آخر انجام بدید، خب بچه هنوز یاد نگرفته، نمیتونه که اون کارایی که داشته باشه رو ازش انتظار داشته باشیم. خب حالا مثلا یه تعدادی کارت ما درست کردیم، میگیم اینا رو بخون و جمله هایی که من بهش میگم باهاش درست کن. سرباز ایستاد، این خودش میشه یه جمله. این خود سرباز ایستاد میشه یه جمله. خب ببین، سرباز ایستاد یه جمله شد. حالا سرباز ایستاد رو بذاریم کنار. زنبور امین را نیش زد. حالا یه را اینجا کم داریم. مثلا کارت را رو هم داشته باشین، میتونین یه جمله باش درست کنین. الان من کارت را رو اینجا دم دست ندارم. خب اشکال نداره. زنبور
امین را نیش زنبور امین را نیش زد. حالا از تو ترکیب را رو پیدا کن بذار اینجا بخون. زنبور امین را نیش زد. یه جمله شد. این جمله چند تا کلمه است؟ 1 2 3 4 5. جمله تموم شده آخرش باید چیکار کنیم؟ باید نقطه بذاریم. شما فکر میکنین که بچه ها با نوشتن یاد میگیرن؟ بچه ها باید بنویسن، اما بیشتر باید باشون بازی کرد، با کاری که جذبشون کنه، کاری که خلاق باشه، متفاوت باشه، دوست داشته باشن، سرگرم بشن. اون کار میتونه تو یادگیریشون تاثیرگذار باشه. خب با این روش ها میتونید بچه ها رو کم کم آماده کنید که خیلی خوب بتونن نشانه ها، ترکیب ها و کلمات رو یاد بگیرن، حتی جمله سازی بکنن. تعداد کلمه بذارید کنارشون، بگید خود اینا رو با هم بذار کنار هم و جمله بساز، ببین کدوم به کدوم میخوره. و بچه ها با این روش قطعا با شما همکاری میکنن، چون کار جذابی. یه نکته مهم اینه که من الان همه مراحل رو با هم اینجا انجام دادم. شما باید مرحله به مرحله فرزندتون رو قوی کنید، بعد برید مرحله بالاتر. یعنی مرحله اول و دوم رو با هم انجام ندید. اول رو قشنگ باش کار کنید، فول بشه، بعد برید مرحله دوم. مرحله دوم رو فول بشه، خیلی خوب یاد بگیره، بعد برید مرحله سوم. همینطور تا آخر. پس این نکته خیلی مهمه. یه دفعه بچه ها نمیتونن از نشانه بیان به جمله سازی برسن. باید آروم آروم باشون کار کنیم تا به اون مرحله برسن. صبر و آرامش شما خیلی کمک کننده است. و اینکه لحن گفتارتون، ببینید که این بچه است نشسته و این همه نشانه، ترکیب، کلمه، جمله میخواد یاد بگیره و واقعا براش سخته. پس باید خیلی صبور باشید، باش راه بیاید، اجازه بدید وسطش بده یه بازی بکنه و در نظر داشته باشید که اون یه بچه 7 ساله است. بچه 7 ساله توانش نیست که بشینه 1 ساعت پشت سر هم با شما همکاری کنه. تایم های کوتاه کوتاه باش کار کنید و اجازه استراحت بهش بدین. امیدوارم این روش ها رو با فرزندتون انجام بدید و نتیجه عالی بگیرید. مطمئنم که اگر این روش ها رو با فرزندتون انجام بدید خیلی پیشرفت میکنه و به قول من از پایه قوی میشه. موفق باشید.